گلهای جاویدان، برنامه شماره 139. باز کنید، شبی خوش است به این غفلت دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمع است، و این یکات بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. به نور باده برافروز جام ما. ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. هرگز نمی‌دانم که دلش زنده شد به عشق. هرگز نمی‌دانم که دلش زنده شد به عشق. حتی در جریده عالم جواب ما.
بیا که قطر عمل سخت سوز بنیادم، بیار باده که بنیاد عمر در بادم. غلام همت آنم که زیر تاق صبور، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد. به بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، تا به بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو. به بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، تا به بنفشه می‌دهد طره مشک سای تو، پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت جان رضای تو. خوش چمنیست عارضت خاصه که در بهار حسن، حافظ خوش سخن بود مرغ سخن سرای تو.
شکفته شد گل شکفته شد گل همراه گشت سلای سرخوشی ای صوفیان داد پرست سلای سرخوشی ای صوفیان داد پرست در محکمی چو سنگ بود ببین که جام زجاجی چگونه بشکست که در بازگاه استقلال که پاسبان چه سلطان چه هوشیار چه پاسبان چه سلطان چه
این رباط زده چون ضرورت است رهین رواده کار معیشت چه سر بلند و چه سرانجام هر تماشا مقامش میسر نمی شود بیرم بلی با حسن بلا بستم غرور همه زبان چون که تا چه شکر آن گوید که صافه سخن میبرم دست به دست یا
زبان کلکتا حافظ که شکران گوید به صحفه سخنت میبرند دست میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. نیست بر لوح دلم جز جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران، گلی که هرگز نمیرد، شب خوش. آنچه به ثمر رسید برنامه شماره 139 گلهای جاویدان بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، خالدی، تجویدی، جلیل شهناز و بنان تنظیم یافته. گویندگان روشنک و سلطانی.